هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سال تاریخی گردید. ماه مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، یعنی چهاربینی مهم سیاسی در فضای آزاد، شفاف و در سطح بلند برگزار گردیدند. دیگر رویداد تاریخی حل پره مسائل سرحدی طی بیش از 100 سال اخیر حل نشده بین دو دولت، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، با امضای شرطنامه درباره معین کردن خط سرحدی دولتی می باشد. همچنین شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدی دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از جانب سران دولت‌ها به امضا رسید که برای رشد منطقه و ادامه همکاری‌های سودمند زمینه مستحکم حقوقی را فراهم می‌سازد. سال 2025 جمهوری تاجیکستان در دایره تشبس‌های جهانی خود جهت عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد آید به سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها، نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها را میزبانی نمود. قابل ذکر است که روز 12 دکمبر سال جاری با تشبس تاجیکستان در جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به محیط زیست قطعنامه دایر به حفظ پیریخ‌ها و کریوسفر بخصوص در منطقه‌های کوهی قبول کرده شد. با تشبس دیگر کشور ما قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. علاوه بر این به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری‌های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریس بیانگر اعتراف تشبس‌های تاجیکستان می باشد. آن هم باعث افتخار است که 12 دکمبر سال جاری با اقدام تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلان کردن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی قبول گردید. پذیرفتن این تشبس‌ها افاده اعتراف و دستگیری جامعه جهانی از ابتکارات سازنده تاجیکستان آید به مسائل مبرم روزنامه گلوبالی می باشد. هموطنان عزیز،
طی 10 سال آخر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مولتی رشد کشور که مرحله های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر میگیرند، به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدامات مهم و ثمره بخش عملی کرده شدند. یعنی پیام بیشتر در تحلیل همین 10 ساله می رود که کدام برنامه و کدام چاره‌بینی های حکومت و دولت عملی کرده شدند و چگونه. در نتیجه حجم مجموع محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده، اقتصاد ملی ما هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت. برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی 2.7 برابر افزایش یافته، از 6,000 سومانی سال 2015 به 16,400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. اهالی کشور از 8.5 میلیون نفر سال 2015 به 10.7 میلیون نفر در سال 2025 رسید، یعنی 26% زیاد گردیده. نشان دهنده دراز عمری اهالی از 70 به 77 سال رسید. یعنی دراز عمری در 10 سال آخر 7 سال بالا رفت. در این مدت سطح کمبزاعتی تا 19% کاهش یافت. درآمد پولی اهالی از 26 میلیارد سومانی سال 2015 تا 165 میلیارد سومانی در سال 2025 یعنی بیش از 6 برابر افزایش شد. سال 2025 برنامه میان مولتی رشد کشور برای سالهای 2026-2030 همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. عملی سازی سری وقتی و صفتناک آن امکان می‌دهد که در 5 سال آینده حجم مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافته، سطح کمبزاعتی تا 10% کم و حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد گردد. در این دوره رشد اقتصادی هر سال به حساب میانه 8.7% از جمله استحصال محصولات در ساحه‌های صنعت 20%، کشاورزی 8.4% و حجم خدمت‌رسانی‌های پولکی 11.7% افزایش می‌یابد. وابسته به این به حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که برای نائل گردیدن به افضلیت‌های رشد عملی سازی سری وقتی و پروژه برنامه میان مهلتی رشد برای سالهای 2026-2030 را تأمین نمایند. حالا در کشور در سمت جلب سرمایه وطنی و خارجی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، ساختمان و از نوسازی انشاءات انرژتیکی و نقلیاتی، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، توسعه خدمت‌رسانی‌ها، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تطبیق لایحه‌های مهم، تدبیرهای مشخص عملی شده ایستادند. سال 2025 مجموع محصولات داخلی کشور
و 173 میلیارد سامانی رسیده. سرعت رشد واقعی آن 8.4% را تشکیل داد. در برابر این ما را ضرور است که سرعت رشد اقتصاد ملی را در سال 2026 نه کم از 8% و سالهای می‌آینده نیز استواری نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی را تامین نماییم. حکومت مملکت باید سمت‌های افزایش‌یابی رشد تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی، صنعت کنانی با سرعت با تکنولوژی‌های معاصر، استفاده امکانات‌های ترانزیتی و سیاحی، ادامه اصلاحات اداره‌کنی دولتی، دستگیری صاحبکاری و بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری را تقویت داشت. در این روند با اداره‌کنی ثمرناک کارخانه‌های دولتی، رشد اقتصادی سبز و دورگی، گزارش به مدل اقتصادی با دانش و نوآوری اساس یافته، رشد سرمایه انسانی و پیشگیری کردن تأثیر تغییریابی اقلیم باید اعتبار اولین درجه داده شد. وکیلان محترم، پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن صنعی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده با منبع علاوه‌ای رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شد. پارلمانت کشور را ضرور است که برای تامین نمودن زمینه حقوقی گذاشتن به اقتصاد رقمی و استفاده ذهن صنعی چاره‌جویی نماید. در این روند خدمات علاقه وظیفه‌دار کرده می شود که جهت عملی سازی اقدامات سازنده در دایره سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون، همچنین در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژیک کشور لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را تهیه با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. ضرور است که جهت با اینترنت بلند سرعت تامین نمودن اهالی و رشد انفراستراکچور تلکمونیکاسیونی از جمله تجدید خطهای نخی و نوری بین شهری و زیاد نمودن خطهای بین المللی چاره‌های فوری اندیشیده شوند. وزارت رشد اقتصاد و سودا و آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی وظیفه دارند که یکجا با وزارت‌های مالی و این صنعت و تکنولوژی نو و مالیه طلبات بازار میانه را در سمت اقتصاد رقمی آموخته برای زیاد نمودن تعداد متخصصان ساحه مذکور، اینچنین بلند برداشتن صفت آماده سازی کادرها تدبیرهای ضروری اندیشید. همچنین به وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش داده می شود که کار را جهت زیاد نمودن حصه پرداخت‌های غیر نقدی و استفاده انفراستراکچور پرداخت تقویت داشت. آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی جهت پورا جاری نمودن و عمومی گردانیدن سامانه یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشید. امروز ما را ضرور است که روند اداره‌کنی دولتی را با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی برآمده تأثیر عامل انسانی را در تمام ساحه‌ها و همه گونه مناسبت‌های مالیوی کاهش. یک مثال عادی میارم. در سال‌های گذشته یعنی تا جاری نبودن تکنولوژی‌های معاصر حساب و پرداخت نیروی برق، نظام رقمی بینید در حسابات شبکه‌های برق 30-40% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کرد. یعنی که موافق معلومات برق تاجیک گویا اهالی پول برق را نمی‌دهند. بعد از جاری شدن نظام نوی بینگی 100% اهالی همچون پورا
پرداخت کننده حق استفاده نیروی برق به حساب گرفته می شود در 11 ماه. یعنی وقتی که ما غیر نقدی گذرانده و دیگر پول نقد نیست 100% کار در دیگر طرف. این رقم ها گواهی میدهد که قبلا تحت تاثیر عامل‌های انسانی یا سوء استفاده از منصب از طرف بعضی کارمندان ساحه پرداخت‌ها پورا به حساب گرفته نمی‌شدند و تلفات بی‌اساس نیروی برق به طور صنعی به ذمه اهالی و دیگر گروه‌های استفاده برندگان نیروی برق گذرانده می‌شد. به اهالی و ماشین‌های آبکش پول را از اهالی جمع آوری می‌کردند، مبلغ را سوء استفاده کرده صنعی برق را به اهالی و ماشین‌های آبکش بار می‌کردند، یعنی قرضدار می‌کردند. این تلفات تنها در شهر دوشنبه در نتیجه جاری نبودن این نظام بیلینگی در 11 ماه سال روان تلفات 13% را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2024 7 بند فایزی کم می باشد. در ماه اکتبر سال جاری سطح تلفات در شهر دوشنبه تا 5.1% از 15.1% اکتبر سال 24 یعنی 10 بند فایزی کم کرده شد. تلفات نیروی برق در کشور در 11 ماه سال جاری 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل کرده، نسبت به همین دوره سال گذشته 500 میلیون کیلووات ساعت کم شده است. در این مدت بیش از 100,000 مشتریان نو یعنی مشتریانی که در یگان جا نبودند همین کسان 34 سال برق را استفاده می‌کردند، حق برق را نمی‌سپردند. بقای گرفته شده به نظام انرژتیکی 1.5 میلیارد سومانی مبلغ زیاد وارد گردیده است 11 ماه. 1.5 میلیارد. این فقط حالا در 5 شهر نویا شهرهای کلان. تلفات در شهر دوشنبه در 11 ماه سال جاری از 20 به 13% و در ماه اکتبر تا 5% کم شده است. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و کمیته انداز وصفدار کرده می‌شوند که در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار جهت گزارش پوره و روند رقمی اداره مالیه دولتی جاری نمودن استانداردهای بین‌المللی به حسابگیری و حسابات دهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجگیدار صرف نظر از شکل مالکیت آنها کاربری نمایند. اینچنین تاکید می‌سازم که پورا جاری نمودن این نظام پرداخت‌های غیر نقدی در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی از جمله مسائل مهمی باشد. حاضرین گرامی، حالا در مملکت حصه بخش خصوصی در استحصال مالها 80% و شغل اهالی 70% را تشکیل می‌دهد و آن همچون قوه پیشبرنده رشد کشور اعتراف گردیده است. حکومت مملکت را ضرور است که جهت آسان نمودن دسترسی بخش خصوصی و ذخیره‌ها، خدمت‌رسان‌های دولتی، اطلاعات، واسطه‌های ارزان مالیوی، تکنولوژی‌ها و دانش‌ها برای بلند داشتن رقابتناکی تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری و تحکیم موقع در بازارهای وطنی و خارجی تدبیرهای مؤثر اندیشد. همچنین با در نظر داشت عملی سازی هدفهای استراتژیکی دولت کارها در سمت جلب سرمایه خارجی و داخلی خصوصا سرمایه مستقیم باید وسعت داده شد. تا امروز برای تکمیل مأموری کنانی انداز توسعه همکاری‌های فاصله‌ای با شهروندان و اندازپارندگان و گسترش اقتصاد رقمی در دایره برنامه رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2020-2025 یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شده. تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنانی ساحه بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی الکترونی دولتی
ساده‌گردانی اجرای عهده‌داری‌های اندازی، اینچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگی اندازباری صاحبکاران مساعدت نمودند. با در نظر داشت ادامه اصلاحات و ضرورت تقویت دستگیری فعالیت صاحبکاری، حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که برنامه نوی رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2026-2030 را در مهلت کوتاه قبول و تطبیق نماید. همزمان با این وزارت ادارات دایر به مسئله بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازباری شهروندان و اندازبارندگان چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. حاضرین محترم، در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ضروری در سمت تأمین نمودن رشد باثبات مملکت، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از حساب همه منبع‌های درآمد سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به 50 میلیارد سامانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 65% یا 20 میلیارد سامانی زیاد می باشد. با وجود این وضع مرکب و پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی جهان امروز ما را وادار می‌سازد که نظام مالیوی کشور را با معیارهای معاصر مطابق نموده صبراناکی اداره کنی مالیه دولتی را باز هم بلند برداریم. مخصوص تاکید می‌نمایم که صبراناکی خراجات دولتی باید به نتیجه های از هر وقت دیگر بیشتر نگرانیده شود. وزارت مالیه را ضرور است که یکجا با وزارت ادارات صحابی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در این جهت تدبیرهای علاوه‌ای اندیشد. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای داخلدار وظیفه دارند که برای توسعه بازار کاغذهای قیمتناک دولتی و کارپوراتیوی چاره‌های ضروری را عملی نمایند. خاطر نشان می‌نمایم که با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک سبز و تشکیل بازار تکراری فعال و شفاف آنها یکی از وظیفه‌های مهم در این سال میباشد. همزمان با این باید استراتژی رشد بازار سرمایه تهیه و قبول کرده شود. در 10 سال آخر حجم عمومی قرض‌های داده شده 143 میلیارد سامانی را تشکیل داده است، ولی همگی 38% آن به صاحبکاری استحصالی راست می آید که این هنوز کافی نیست. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که جهت جلب بیشتر سرمایه خارجی به نظام بانکی پس‌اندازهای شخصانی واقعی و حقوقی و باز هم زیاد نمودن پیشنهاد قرض به ساحه‌های عرضه‌دارناک اقتصاد بخش و صاحبکاری استحصالی تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نمایند. برای بهتر نمودن دسترسی صاحبکاران استحصالی به مبلغ‌های ارزان دراز مدت و افزایش دادن حجم قرض پیشنهاد می‌نمایم که فاند کفالت قرض‌ها تأسیس داده شد. اینچنین برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی مردم و توسعه امکانیت‌های دسترسی شهروندان به منزل اقامتی ضرور است که مکانیزم‌های رشد بازار قرض‌های ایپوتیکی را تکمیل داده جهت زیاد نمودن حجم چنین قرض‌ها به اهالی تدبیرهای داخلدار اندیشیده شد. وکیلان محترم، با مقصد نائل گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی صنعتی کنانی با صورت کشور در دوره تطبیق آن سالهای 2019-2025 یعنی در 7 سال آخر بیش از 2600 کارخانه صنعتی با تشکیل زیاده از 87,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شده است.
از جمله در سال 2025 400 کارخانه استیصالی به فعالیت آغاز نموده است. برای معلوماتتان در 75 سال زمان گذشته یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری وجود داشت و خلاص. این تنها من حالا گفته ایستادم در 10 سال اخیر از 3,000 زیاد بنیاد کارخانه های صنعتی استیصالی در زمان استقلالیت زیاد گردید. این جای کاری، این حجم استیصالی محصولات صنعتی و هم صادرات، حجم استیصال محصولات ساحه معدن از 7 میلیارد سومانی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده. افزایش این نشان دهنده 3.4 برابر تامین کرده شد. اگر در سال 1991 در ساحه معدن تنها 3 نامگوی محصولات طلا، نقره و خاکه سرب استیصال گردیده باشد، پس در سال 2025 به 17 نامگوی رسانیده شده است. باید گفت که حالا استیصال طلا نظر به سال 1991 7 برابر، نقره 6 برابر و خاکه سرب 9 برابر زیاد گردیده است. استقلالیت چیست؟ تدبیرهایی در سمت صنعتی کنانی با صورت کشور اندیشیده شده. امکان دادند که در 7 سال اخیر حجم استیصال محصولات ساحه 2.5 برابر افزایش یافته در سال 2025 به 66 میلیارد سومانی رسانیده شود. سرعت رشد ساحه صنعت در سال 2025 22% را تشکیل داد. ضرور است که وزارت صنعت و تکنولوژی نو با استفاده از تمام اقتدار و امکانیت‌ها رشد واقعی سالانه ساحه را در دوام 5 سال می‌باید در سطحی نکم از 25% تامین نماید. در این روند با جلب سرمایه وطنی و خارجی جهت تأسیس دادن کارخانه‌های نو برای کارکرد پوره اشیاء خام وطنی خصوصا معدن، متال‌های رنگه و نادر و قیمت‌بها، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش، تدبیرهای علاوگی اندیشیده افزایش حجم استیصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات زیاد کرده شود. اینچنین حکومت مملکت برنامه نوی صنعتی کنانی با صورت کشور را برای سالهای 2026-2030 و برنامه رشد استیصال و غنیگردانی متال‌های رنگه، نادر و قیمت‌بها و دیگر اشیاء خام مهم را قبول و عملی گرداند. در برابر این ضرور است که جهت تأمین نمودن استفاده ثمرناک و عاقلانه ذخیره‌های زیرزمینی، تقویت نظارت دولتی، مساعدت بر رشد استوار ساحه استخراج و گیالاگ کشور چاره‌های علاوگی را تطبیق نماید. وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی نو، سریداره گیالاگ و کمیته انداز یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها سندهای معیاری و حقوقی تنظیم فعالیت در ساحه‌های ذکر شده را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد سازند. در سندهای تهیه شونده مسائل وابسته به فراگیری پوره آماری، ساده‌گردانی رسمیات دولتی از جمله اجازت نامه‌دهی، تکمیل ترتیب اندازبندی ذخیره‌های طبیعی و حل مشکلات دیگر باید روشن انعکاس کرده شود. خاطر نشان می‌نمایم که در روند عملی سازی این وظیفه‌ها دقت مخصوص بر رشد صنعت سبک، کارکرد عمیق محصولات و استیصال متال‌های نادر و مهم روانه کرده شود. در 10 سال گذشته ساحه انرژتیک کشور به مبلغ بیش از 60 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری شده است که
در نتیجه اقتدارهای استحصالی نیروی برق در حجم 1017 مگاوات افزایش یافتند. تنها از حساب تجدید و نوسازی نیروگاه‌های عمل کننده اقتدارهای استحصالی 200 مگاوات زیاد گردیدند. از جمله سال 2025 کارهای تجدید و نوسازی نیروگاه برقی آبی قیراقم با مبلغ 1.8 میلیارد سامانی پورا انجام داده شده. اقتدار استحصالی آن از 114 مگاوات به 174 مگاوات یعنی 60 مگاوات زیاد کرده شد. این نیروگاه از سال 1956-57 کار و فعالیت میکرد، فرسوده گشته بود. عموما درباره تجدید نیروگاه در پیام گذشته تاکید کرده بودم. حالا یک نیروگاه مانده است، بایغازی سربند به انجام رسید. نیروگاه بزرگ نارک ادامه دارد. علاقه 3 اگریگاتش تعمیری کاپیتالی، تمام تجهیزات تکنولوژی پورا از نو شده ایستادند با مبلغ 750 میلیون دلار فقط تنها برای نیروگاه نارک خراجات شده ایستاده است. برابر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون ما نیروگاه‌های برقی آبی که سالهای طولانی کار و فعالیت کردن آنها را نیز تعمیر و تجدیدی کاپیتالی کرده ایستادیم که 100 سالهای دیگر برای ملت ما خدمت رسانند. در برابر افزایش اقتدارهای 3 سالی یک قطار لایه‌های مهم دیگر از جمله بنیاد زیرساخت‌های نوی برقی و خطهای انتقال برق عملی کرده شدند. در این دوره حجم استحصال نیروی برق در کشور 7 میلیارد کیلووات ساعت یا 40% زیاد گردیده. از 17.2 میلیارد کیلووات ساعت سال 2015 به 24.2 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 رسانیده شد. ما امروز مشکلات مردم شریف تاجیکستان را در شرایط محدودیت موقتی انتقال نیروی برق به خوبی می‌دانیم. این حالت از یک طرف نتیجه افزایش اهالی و طوری که بالاتر گفته شد زیادشوی شماره کارخانه‌های صنعتی و در مجموع افزودن استعمال نیروی برق و از طرف دیگر تأثیر کمبارشی آمدن تیرما و امساله و کم گردیدن واردشوی آب با آب انبار نیروگاه برقی آبی مملکت می باشد. در زمان صاحب سالی در کشور 1,300,000 خانه استقامتی نو ساخته شده. بیش از 8,400,000 نفر ساکنان شرایط زندگی خود را بهتر کردند. 73,000 فقط زمین برای بنیاد خانه های استقامتی دادند. هر یک عائله را حساب کنید که 6.5 اینا بهانه شده نمیتواند. تنها در 7 سال اخیر 2600 کارخانه نوی استحصالی آغاز کرده است. خود همین سال 400. این پیش از همه جایهای کاری هم باشد، لیکن پرابلم اساسی ما در تلفات از حد زیادی نیروی برق است. حالا هم 3 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق تلفات داریم. امروز برای ما 1.5 میلیارد قوه برق درکار که مردم اذیت نکشد. این هست. اینا استفاده برده ایستادند. البته ما مقصد گذاشتیم که تا سال 2027 نصب حساب کنک‌های بلیگی را پیوست کنیم، دیگر پورا این از بین می رود. حکومت مملکت برای برطرف سازی این مشکلات تمام چاره‌های ضروری عمل نموده ایستاده است. حالا کارهای لایحه‌ای و ساختمان 2 نیروگاه آفتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات 200 مگاوات در ولایت سوخ 250 مگاوات در ولایت خطان آغاز گردیده تا ماه اوگوست سال 2026 به استفاده سپارده می شود. اینچنین ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات سیوم نیروگاه برقی آبی راغون به کار درآورده می شود. استقلال انرژتیکی کشور تأمین می گردد.
صدقاً زحمت کشیدن آماده کن. هر کدام ما حکومت مملکت با استفاده از همه ذخیره و امکانیات‌ها روند ساختمان نیروی برقی آبی راغ را پیوسته ادامه می‌دهد. حالا در انشاءات مذکور 18600 نفر کارگران یعنی ساختمانچیان و کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند و شماره تکنیکا یعنی ماشین و مکانیزم ها زیاده از 3900 عدد را تشکیل میده. برای ادامه با سرعت کارهای ساختمان در نیروگاه سال روان از سبب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی مبلغ‌داری کرده شد و تا امروز در نیروگاه قریب 60% کارهای ساختمان به انجام رسانیده شدند. از همه کارهای وزین به انجام رسیدند. از همه کارهای وزین و دشوار سرخراجات قریب که به انجام رسیده است. حکومت مملکت تمام راهبران و مسئولین و ساختمانچیان این انشاءات بزرگ وظیفه دارند که ساختمان نیروگاه را با مسئولیت بلند و با صفت وسعت بخشیده اجرای سپارش داده شده را جهت در ماه سپتامبر سال 2027 با کار درآوردن اگریگات سیوم نیروگاه یعنی رسیدن به استقلال انرژتیکی را تامین نمایند. با مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. ما شما از همه روزهای سخت و سنگینی بر دوش ملت آمده سالهای 90 پس سر کرده بیرون شدیم. تیرما زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر میگردد چون که ما اقتدارهای نو به استفاده میدیم خیلی بهتر میشود و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش میکنیم دیگر بر کشتن بیرو. طبق تحلیلات طلبات با نیروی برق در داخل مملکت سال به سال افزایش یافته. سال 2030 نسبت به سال 2025 31% زیاد می‌گردد. در این روند برای تامین نمودن طلبات افزاینده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور با نیروی برق دائمی و استوار در برابر بنیاد اقتدارهای نو 3 ساله اینچنین ایستاده سرفکارانه نیروی برق نقش کلیدی دارد. بسیار مهم است که در این جاده همه گروه های استعمال کنندگان سرشتکار باشند. اگر ما سرفکارانه استفاده بریم همین برق برای ما بسنده است. لیکن افسوس در جامعه هست نفرانی که به انصاف هم می شوند. ما تصمیم گرفته ایم که در دوران 2 سال آینده با جلب سرمایه مستقیم در کشور یکچند نیروگاه برقی آفتابی را با اقتدار عمومی 1500 مگاوات مورد استفاده قرار دهیم. غیر آنه که ما سال آینده در ماه آگوست 500 مگاوات نیروگاه آفتابی به استفاده می‌بریم. باز 1000 مگاوات دیگر در سال 2027 نیروگاه آفتابی دیگر بنیاد کرده در ولایت سوخت به استفاده می‌دهیم که مردم ما دیگر محتاج نشود به دیگران. مشکلی نداشته باشه. حکومت مملکت از جمله رهبریت وزارت انرژتیک و ذخیره آب وظیفه‌دار کرده می‌شوند که همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد نیروگاه‌های برقی آفتابی تقویت بخشیده برای تطبیق سریع وقتی لایحه‌ها تدبیرهای فوری اندیشید. اینچنین کارها را عاید به پوره جاری نمودن نظام معاصر بیننگی با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی در شبکه‌های برقی کشور هر چیز زودتر به انجام رسانند. این کار در کشور باید تا سال 2027
پررو به انجام رسانیده شود. فقط در شهر دوشنبه که آنها قریب پررو با این تکنولوژی گذاشتن، در 11 ماه نسبت به سال گذشته 750 میلیون سومانی از حساب فقط مبلغ برقی که استفاده بردن زیاد درآمد وارد شده است. یک شهر تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیادی انرژتیکی بوده، امکان دارد احتیاجات مرکزهای بزرگ حساببراری ذهن سونی را با نیروی برق سبز و آب خنک تامین سازد. داتا سنترال این چی است؟ اگر به شرط برق ما زیادی کند ما این راه می رویم. تکنولوژی رقمی پیشرفته دنیا. آب خنک برای چی آب خنک؟ خراجات این بیشتر برای خنک کردن سیستم آب خنک در کار. از دریای وخش، دریای پنج، دریای زرافشان یخ. یعنی این 50% فایده‌ناکیش بلند میشه. بنیاد کردن در همین خیلی جایها. از این رو با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مقصد استفاده امکانیات‌های ذهن سونی در روند رشد دایر به تأسیس کورپوراسیون ملی ذهن سونی، مرکز منطقوی ذهن سونی و مجموعه مرکزهای کارکرد معلومات سبز داتا سنتر چاره‌جویی نمایند. دوستان عزیز، با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025 در نتیجه زحمت صافدلانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. سال 2025 در تاریخ انسانیت از همه گرمترین سال به قید گرفته شده است. همچنین سطح حفظ امنیت آذخواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. یعنی کشاورزان مملکت خصوصا در شرایط نامساعد آب و هوای سال جاری از جمله خاکباریش‌های شدید صافدلانه زحمت کشیده بازار استعمالی را با محصولات تامین کرده ایستادند. بنابراین به همه کشاورزان، دهقانان، متخصصان ساحه و اهالی که با زحمت صادقانه و وطندوستانه و استفاده عاقلانه آب و زمین محصولات غذایی استحصال میکنند سپاس و منتداری بیان مینمایم. یک معلومات مختصر هم برای شما هم برای دهقانان مملکت، کارمندان ساحه کشاورزی مملکت. طبق معلومات سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد تا سال 2030 زیاده از 500 میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی اذیت خواهند کرد. در سال 2024 شماره آدمان در سطح گرسنگی دائمی قرار داشته تا 670 میلیون نفر افزایش. تاکیدهای من که مردم ذخیره دشوارت داشته باشی، خدا نکند به یک روزی سختی که محتاج به دیگران نشد. خشکسالی های پایه‌ها مبینین، کمباریشی را بینین در خود تاجیکستان. نو باران یکم دیدیم، حالا در زمین های للمی یک هکتار زمین کشت هم نشده است نسبت به سال گذشته. اطمینان دارم که با در نظر داشت چنین شرایط ناگوار کشاورزان مملکت باز هم بیشتر زحمت کشیده با استفاده ثمرناک از همه امکانیات‌ها از جمله آب و زمین حاصل فراوان می‌رانند و امنیت آذخواری کشور را بهتر تامین می‌نمایند. در رابطه با این با حکومت مملکت سپارش داده می‌شود که لایحه قانون درباره سیاست اگراری را تهیه و پیشنهاد نماید.
حکومت مملکت همچنین وظیفه‌دار کرده می شود که با در نظر داشت نقش ساحه پختکاری در تأمین اهالی با جای کاری، استحصال اشیاء خام برای رشد صنعت سبک و خوراکواری و افزایش حجم صادرات محصولات، مکانیزم تأمین نمودن رشد استوار ساحه پختکاری را جاری نماید. همچنین برنامه دولتی رشد اینواتسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 را تهیه و عملی ساخت. ساحه کشاورزی در تمام دنیا، حتی کشورهای متمدن، کشورهای از لحاظ تکنولوژی پیشرفتگی، اکثریت مردمشان در ساحه اگراری با جای کار تامین میشه. ما این را باید فراموش نکنیم. وزارت‌های عدلیه، کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته انداز و خدمات گمرک جهت دستگیری ساحه پختکاری تا به اعتدال آمدن وضع ساحه پیشنهادهای ضروری را دای به وارد نمودن تغییرات داخلدار و سندهای معیاری حقوقی در مهلت 2 ماه با حکومت مملکت منظور نمایند. تأکید می نمایم که حتم‌گردانی فعالیت ثمرناک خواجگی‌های پختکار مسئله مهم در این سهم می باشد. وکیلان محترم، برای بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگرد و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حالا تطبیق 16 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025 در دایره لایحه‌های ذکر شده به مبلغ عمومی زیاده از 5.4 میلیارد سومانی 236 کیلومتر راه‌های ماشینگرد و دیگر انشاءات راه و نقلیات مطابق به طلبات بین المللی به استفاده داده شدند. راه‌های آبی گرم نورآباد براغون به درازی عمومی 87 کیلومتر، 109 کیلومتر راه قلعه خم ونج، 40 کیلومتر راه‌های بین المللی در ولایت سود، 30 پل خرد و بزرگ، 5 نقب و 6 دالان ضد ترمه و درازی 13 کیلومتر از جمله انشاءات ذکر شده می باشد. حالا بنیاد 50 کیلومتر راه دنگره گلستان، 33 کیلومتر راه گلستان فرخار و باز 12 کیلومتر راه‌های بین المللی در ولایت سوخت با مبلغ عمومی 2 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025 ساختمان پل کلانترین در کشور از بالای آبانبار نیروگاه برقی آبی راغون به درازی 920 متر و 3 پل ماشینگذار به درازی 368 متر آغاز گردید که مبلغ عمومی آنها 900 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. سال 2026 ساختمان از نوسازی 300 کیلومتر راه‌های ماشینگردی بین المللی و جمهوری با مبلغ عمومی 3 میلیارد سومانی آغاز می‌گردد. راه‌های وحدت آبیگرم 70 کیلومتر، یعنی از وحدت تا راغون، گلستان کلاب 33 کیلومتر، خاروق راشقاله 39 کیلومتر، مرغاب کلمه 67 کیلومتر، بلجوان سری قاصار 55 کیلومتر، خیستیوز کانی بادام 10 کیلومتر، 11 کیلومتر راه تواروی شهر کلاب و 5 پل ماشینگرد در راه لبیجر سنگوار از جمله آنها می باشد. وزارت نقلیات را ضرور است که فعالیت خود را در همکاری با شریکان رشد جهت ادامه بنیاد و تجدید راه‌های دارای اهمیت بین المللی و نظارت صفت اجرای کارهای لایحه‌ای وسعت بخشد. همزمان با این جهت تشکیل مرکزهای نقلیاتی و لوجستیکی از نوسازی پارک نقلیاتی راه آهن و انفراستراکچور آن چاره‌جویی نمایند.
همچنین حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که جهتی از نوسازی و به شرایط معاصر خدمت‌رسانی مطابق گردانیدن فرودگاه‌های بین المللی دوشنبه، باختر و کلاک تدبیرهای ضروری اندیشید. ساختم مدکار با طلبات زمانه مطابق قابل ذکر است که طی 3 سال اخیر در کشور بیش از 3000 کیلومتر راه‌های محلی از جمله 26,000 کیلومتر از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد و تجدید گردیده. حالا این اقدام نیک با مرام ادامه دارد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان برای سهم ارزنده در تجدید و ساختمان راه‌ها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی بخصوص مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری از صمیم قلب منتداری بیان می‌نمایم. صاحبکاران و مردم تاجیکستان بسیار باننگ و ناموس هستند. وقتی من به دههای دوردست می روم و می بینم چگونه مردم وطن عزیز خود را دوست می دارد، چگونه مردم با یک ذوق بی‌نهایت حتی بسیاریش خانه های استقامتی خود را تعمیر نکرده، کوچه و رسته ها، خیابان های خود را و در بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی حصه گذاری کرده ایستادند. محترم اعضای حکومت و وکیلان مردمی، وظیفه جانی و ایمانی ما شما صادقانه به این مردم خدمت کردن است. در یکی از سفرها در یک دهه دوردست آموزگار ملاقات کردم. جناب عالی در 3 بحث تحصیل کرده ایستاده، جان نمی رسد، چکار کردن ما نمی دانیم، شب تاریک می شود، کودکان ممکن در کوچه وی می. یکی از آوری ساختار دولتی را سپارشم که لایحه کن، پیشنهاد کن، با نقشه گیریم، مکتب سازیم، جاش انتخاب کنیم، با مردم مصلحت کنیم که در کجا حساب کرده آوردن. تن جناب عالی راهش دور است، خیش کشاندن مشکل، سنگ کشاندن از اون مشکل، متل و ارماتورای بسیار می رود، نرخش 80 میلیون سومانی. مردم گفتن رحمت کلان جناب عالی هیچی نکنیم، ما کمان می سازیم. شده که همین یک درخواست داریم که شما آمده خودتان همین مکتب را و ما افتتاح کنید. کردن هزارها هزار کردن. حالا در شهر دوشنبه یک صاحبکار وطنی 2 سال پیش یک مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن برای 3000 نفر و خودشان ای کردن گفتن جناب عالی اگر یگان سپارش باشد. من گفتم من به شما سپارش ندارم، رحمت کلام کاری ثواب و خیر کردی. خودشان دن جناب عالی یک گوشه شهر نشان دهند که مشکلات جای نشست داره برای بچه ها.
من گفتم من نمیدونم روبرت شهر میدوند خوبتر. پرسید برای چی؟ یک مؤسسه تعلیمی دیگر در 2 سال میسازم برای 5000 نفر. علاقه کارهای ساختمانی را شروع کرده است. چگونه رحمت نمیگویی؟ چگونه؟ بعضا دیوها محله دوردست میروید شهر شده است. خانه های مردمی کمبیزاید را تعمیر کردند، در دیوالاشون را درست کردند، کوچه ها و راسته ها چراغان، اسفالت پوش، مکتب، مؤسسه تا مکتبی، کارخانه دوزندگی، تولد خانه، حمام، قصر فرهنگ، نشان، پرچم. در بسیار شهر نویا نه نشان است نه پرچم. احسان به چنین رئیسان جماعت، رهبران شهر نویا و پیش از همه مردم شریف تاجیکستان. همین قدر مبلغ‌های کلان صرف میکنند دیگر میکنند، یگان جدا خودشان را رکلام نمیکنند. مثل بعضا سازمان‌های خیریه‌ای که یک قبچه آرد تمام دنیا را پهن میکنند. من رفتم تاجیک‌ها را کمک کردم، من رفتم تاجیک‌ها را ایره کردم. میلیارد خراجات کرده ایستادند، هزارها مؤسسه تعلیمی بنیاد کردند. حالا صدها مؤسسه تا مکتبی بنیاد کرده ایستادند. هزارها کیلومتر را تعمیر و تجدید و مفرش کرده ایستادند. کارخانه‌های استحصالی بنیاد کرده ایستادند. جای کاری برای هموطنان خود کرده ایستادند. لیکن کو تعریف کنی نمیکنند، رکلام نمیکنند. وزیرای محترم ما کجایی که پرزیدنت برای برای پرزیدنت اینا محاسبه ببینید نمیکنند. دیدید یگان جدا یگان کس وای کرد انا میرم ما کردم، انا میرم وای کردم کرده است. نه دیدید نانگونام ساخه، دیدید هیچی ملی را خودشناسی ملی، وطن دوستی، وطن پرستی انا امیر است. در برابر این ضرور است که کمیته معماری و ساختمان، مقامات اجرایی مالی، حکومت دولتی و دیگر ساختارهای مربوطه تشبس‌های سازنده صاحبکاران را در سمت بنیاد انشاءات اجتماعی، استحصال و انفراستراکچور همه‌جانبه دستگیری کرده رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمانی را تأمین نمایند. و زمین استفاده صنعت بلند معماری، عنصرهای ملی و زمانوی، تکنولوژی‌های معاصر و مسائل با صفت ساختمانی راه اندازی کرده شد. هر یک انشاءات و بنایی که ما بنیاد میکنیم برای یک روز و 2 روز نیست. طرز بنیاد کنه که 100 ساله ها با این ملت و با این مردم خدمت رساند، هم سیمای دهات و شهر و ناحیه ما را زیبا گرداند. قدیما مردم آریایی تبار ما تاجیکان شهرساز و شهردار بودیم، معمار بودیم. حل مسائل اجتماعی سمت مهم فعالیت حکومت مملکت به حساب می رود و تدبیرهای سالهای آخر عملی گردیده بر رشد این ساحات تکانی جدی بخشید. مثلا اگر حصه جداکنی مالیوی برای ساحهای اجتماعی در سال 2024 به مبلغ 20.9 میلیارد سومانی تامین گردیده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2026 در حجم 29.5 میلیارد سومانی به نقشه گرفته شده است که نسبت به سال 2024 8.7 میلیارد سومانی یا 41.8% زیاد می باشد. من از روزهای اولی فعالیت خود
اگر به یاد داشته باشین کدامتان به حیث رهبر دولت تا امروز دستگیری و رشد علم و معارف را سمت افضل‌الناک اعلام کرده در طول بیش از 13 ساله و این شاههای حیاتاً مهم توجه اولین درجه و دائمی ظاهر می نماید. زیرا خوب می دانم که رشد همه شاههای حیات جامعه و دولت آینده با سعادت دولت و ملت از علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینه مستحکم آنها امروز گذاشته می شود. به عبارت دیگر من دستگیری و توجه با این شاخه‌های مهم و تقدیرساز را سرمایه‌گذاری با آینده درخشان ملت و بقای دولت می شمارم. من هیچگاه فراموش نمی کنم وقتی که از شهر خوجند تاریخش با دیگر چگونه وارد شدم به شهر دوشنبه، چون که شهر دوشنبه بی‌شاهی مانده بود. یکم کاری که من کردم یک نفر نماینده عالما قبول پرسیدن، قبول کردن. محترم رئیس، وضعیت عالما بینیت وزمین است، با کار برآمدن نمیتوانند چون که هر روز یک تایشان برده کشته ایستادند. زندگی اولیویشان بعد بسیارش برآمده رفته ایستادند. معاش نیست، نفقه نیست، بازار هم نیست کو، لیکن اقلا مبلغی ندارند که نان خورن و زندگیشان را پیش برند. من در همان دوره دعوت کردم وزیر مالیه بانک ملی قوم دین، گفتم چی داریم؟ جناب بیاره یک پولی پوچک نداریم. همه را بردن، هیچی نیست. من با اکادمیکا و عالما $100 استیپندیه معین کردم، فرمان خودم قطعی، که آنها گیرن اقلا برای نانشان روزگذرانی کنن و دور نروند، از تاجیکستان برآمده نروند. امروز باز میگویم به شما، باز میگویم مسجدها را ساختیم. مسجدها امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از خودمان. انک وقتی علم آموختن، کسب آموختن، خواب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیک آمده است. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. بینید دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی کجاها؟ در همه ساحه. اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیا و دیگرها آب ریخته ایستادیم. بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. دولت هایی که بعضا سبزوات ندارند، حتی آبی آشامیدنی ندارند، عقل پیشرفته، سواد، تکنولوژی اختراع کرده، بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. امروز به سر ما 4 بار نکرده ایستادند. کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان را بار کنند. کجا میره به این ایدئولوژی؟
در خود هر یک دهه، در هر یک ناحیه، هر شهر بینتون آیلایی که هنرمند هستند، آیلایی که دانشمند هستند، آیلایی که نفرایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند، چگونه زندگی دارند. و آیلایی که بی سواد است، آیلایی که نفری که کسب و هنر ندارد چی زندگی دارد، در کجا میگردد، کدامش خوب است؟ خدای تعالی هم گفته است، فرموده است که بنده را حذف کردم نه بر روز سختی. عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. کار فرما، زندگی تا پیش بر، از این دنیا یک بهره بر. ما امروز به جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایستاد مردم ده. اگر هیچ قوتت نرسد خانه و در خودت تازه و آزاده کن، ساز خانه و درت درست کن برای خودت فرزندات، جانت کمی راحت کند، بهره بر از این دنیا، از این زندگی. لیکن وقتی قد کوچه دوشنبه میبینم عصبانی میشوم. افسوس، افسوس. برق نداره میگیم، برق کی میکند؟ کی تولید میکند؟ متخصص. بینید کشورهای پیشرفته از شعاع آفتاب برق 3 سال میکنند. بینید علم چی است؟ من در اون پیامم گفتم کووید 19 را 5-6 دولت پیشرفته اختراع نمیکرد واکسن را برای تبابت، چی میشد در دنیا؟ با دعا تبابت کرده میشود؟ کردن کووید. چند نفر تبابت کردن؟ از این لحاظ حکومت مملکت مبلغ‌زاری این ساحه‌های کلیدی را منتظم زیاد می‌نماید و هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. برای ساحه معارف در سال 2026 از حساب بودجه دولتی قریب 14 میلیارد سامانه پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2025 25.4% و نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2015 هم 5.5 برابر زیاد می باشد. با مقصد تأمین نمودن ثمراناکی استفاده مبلغ‌های دولتی، اینچنین مطابق سازی آن با استانداردهای بین المللی، بازبینی نظام مبلغ‌زاری مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی یعنی گزارش به نظام سرکسی یا فرمایش دولتی تقاضای زمان می باشد. بنابراین با وزارت‌های معارف و علم، مالیه، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سفارش داده می شود که دایر به این مسئله به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نماید. طبق تحلیلات 25 سال آینده شماره خوانندگان در تاجیکستان به 4 میلیون نفر میرسد. بنابراین ما را ضرور است که برای هرچی بیشتر آماده نمودن کادرهای آموزگاری، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و به استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن نظام تحصیلات یعنی آمادگی به گذارش به نظام 12 ساله تعلیم از سال چاره‌جویی نماید. با این مقصد حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که وضع عملی شوی استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 را همه جانبه تحلیل و بررسی نموده آن را طبق هدف‌های نوی در این سمت گذاشته شده تکمیل دهد. سال 2019 در پیام رهبر دولت سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان شده بود که از آن زمان 6 سال سپری گردید. با اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو،
اکادمی ملی علم‌ها و پالات حساب سپارش داده می شود که نتیجه های 6 ساله تطبیق چاره‌بینی های تصدیق گردیده را همه جانبه تحلیل کرده جهت برطرف نمودن کمبودی و مانع‌های جای داشته تدبیرهای علاوه‌ای اندیش به خاطر هرچه زودتر و فضای یگانه تأسیسات بین المللی وارد گردیدن معارف تاجیکستان سال 2004 به نظام کردیتی تحصیلات گذرانیدن مؤسسه‌های تأسیسات عالی مملکت آغاز گردید و سال 2014 همه مؤسسه‌های ذکر شده به این نظام گذرانیده شدند. وقتی آن رسیده است که برد و باخت نظام ذکر شده از جانب گروه کارشناسان تحلیل و بررسی گردیده ضمن سپاریدن امتحان‌های جاری و ختم عامل‌های انسانی پرره از بین برده شد. ساختار و مقامات ذکر گردیده از جمله مرکز ملی تستی در مدت 2 ماه به دستگاه اجرایی پرزیدنت داعی به این مسئله معلومات مفصل پیشنهاد نمود. همچنین از جانب گروه با صلاحیت کاری وضع آموزش زبان‌های خارجی بخصوص روسی و انگلیسی در همه زمینه‌های تحصیلات تحلیل و بررسی گردیده جهت باز هم تیزانیدن این روند به حکومت مملکت خلاصه‌های اساسناک پیشنهاد کرده شد. با استفاده از فرصت می‌خواهم به پدر و مادران، آموزگاران و اهل جامعه مراجعت کرده بار دیگر تأکید نمایم که با مسئله نگاه‌آوری و تعلیم و تربیت درست فرزندان با کمال مسئولیت مناسبت نمایند. ما باید در خاطر داشته باشیم که آینده دولت و ملت از نسل باسواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، صاحب معرفت و صاحب فرهنگ، دور از تعصب و خرافات، وطن دوست و وطن پرست و دارای حس بلند خودشناسی ملی وابستگی عمیق دارد. عصر 21 عصر پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی ها می باشد. ما دیده ایستادیم که دولت‌های متمدن و ترقی کرده دنیا به چه دستاوردها نائل شده ایستادند. اگر ما خواهیم که دولت پیشرفته، وطن آباد و زندگی آسوده داشته باشیم، باید کوشش کنیم که فرزندانمان صاحب سواد و دانش و کسب و هنر شوند. ما باید تلاش نماییم که آنها در زندگی آینده خود یعنی حیات مستقلانه‌شان اذیت نکشند. فراموش نباید کرد که وقتی نورسان و جوانان بی سواد میمانند جامعه به تعصب و خرافات و جهالت گرفتار می شود که چنین حالت عاقبت‌های دهشتبار دارد. هموطنان عزیز ما خوب می دانند که جنگ تحمیلی شهروندی سال 92 عصر گذشته تمامی ساحه‌ها خصوصاً علم و معارف را 10 سال به عقب پرتافت. بهترین عالمان و دانشمندان و متخصصان و آموزگاران از جمهوری تاجیکستان برآمده رفتند. در رابطه با مسائل های علم و معارف میخواهم ابراز نمایم که آموزش پیریک‌ها یکی از سمت‌های مهم علم وطنی و جزئی سیاست دولتی ما میباشد. سال 2025 با پیشنهاد تاجیکستان و با قطعنامه سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پیریک‌ها و سالهای 2025 و 34 10 ساله علم‌های کریاسفر اعلان گردیدند. از این لحاظ من از همه ساختارهای داخلدار دعوت می‌نمایم که فعالیت علمی و عملی را در این سمت گسترش داده دستاوردهای خود را در عرصه بین المللی وسیع معرفی نمایند. موضوع حفظ پیریک‌ها، آموزش علم‌های کریاسفر و عملی سازی تشبس‌های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم اهمیت استراتژی و جهانی دارد. در وقت نباریدن در روی وحش دوره 5 دایره زرافشان 70%
نسبت به همین دوره سال گذشته آبش کم است. در رابطه به این پیشنهاد می‌گردد که مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی مرکز آموزش پیریک‌های اکادمی ملی علم‌ها با مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی انستیتوت آموزش پیریک‌ها و کریاسفیر اکادمی ملی علم‌ها تبدیل داده شود. حاضرین ارجمند، بیدار نمودن خاطره تاریخی در تحکیم حس ملی شهروندان، مخصوصاً جوانان که آینده ملت و دولت می باشند، نقش بسیار مهم دارد. ما به این مسئله مهم همیشه توجه ظاهر نموده در 10 سال اخیر 150 انشاءات ساحه فرهنگ را ساخته به استفاده دادیم و 350 انشاءات دیگری ساحه را تعمیر و از نو سازی کردیم. همچنین در پایتخت کشور شهر دوشنبه بزرگترین انشاءات ساحه تئاتر ملی را با شرایط امکانیت‌های معاصر بنیاد کرده ایستادیم که تحفه حکومت مملکت به مردم کشور و اهل فرهنگ و هنر به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی می باشد. به خاطر بلند برداشتن سطح معرفت ناکی و ذوق بدیعی اهالی مملکت، خصوصا جوانان و نورسان، از جانب مؤسسه‌های ساحه فرهنگ در 10 سال سپری گردیده 900 نامگوی ادبیات بدیعی و بچگانه نشر و به کتابخانه‌ها دسترس کرده شد. در این دوره با دستور رهبر دولت 3,200,000 نسخه کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов و شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به اهالی مملکت رایگان تحفه کرده شد. قبل از این ما قرآن مجید را به زبان دولتی ترجمه و چاپ کردیم تا اینکه مردممان آن را خوانند، دانند و به تقلید کورکورانه راه ندهند. من این کار کردم، تقسیم کردم، بال ادامه دارد. گیرند خوانند، لکسیای بیگانگان را کم گوش کنید. گیرین با زبان تاجیکی فهما هر یک آیت کلام ربانی معنیش چیست خوانید. خوانید پند است، حکمت است. میراث تاریخی و فرهنگی شناسنامه ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد. ولی با وجود آنکه یادگاری باستانی زیاده از 70% این میراث را تشکیل میدهند، در کشور قانون ساحه باستانشناسی موجود نیست. وابسته به این مسئولین ساحه را ضرور است که لایحه قانون مذکور را در مهلت کوتاه‌ترین تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. سال روان با سعی و تلاش‌های کشور ما 11 یادگاری میراث فرهنگی خوتل قدیم در نایه‌های جلال الدین بلخی، دنغره، واسه، فرخار و خاولینگ ولایت قتلان به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. در این ردیف از جانب یونسکو قبول شدن قطعنامه‌ها در مورد اعتراف شهر پنجکن همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنی‌دوزی و بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی در سالهای 2026 2027
دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش‌های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری میباشد. همچنین تنظیم همایش‌ها زیر عنوان استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگون رنگی فرهنگی، اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت، باعث افتخار و سربلندی ملت آریایی ما می باشد. در این راستا ما را ضرور است که برای حفظ ارزش‌های مادی و غیر مادی ملت خود معرفی شایسته آنها را در عرصه بین المللی هدفمندانه ادامه دهیم. از جمله با در نظر داشته سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی، وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ جهت به فهرست شخصیت‌های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن نام او تدبیرهای ضروری اندیشید. باربد که در عصرهای ششم و هفتم میلادی در زمان دولتداری ساسانیان زندگی و ایجاد کرده است، از جانب عالمان و کارشناسان معروف دنیا همچون یکی از اولین دانندگان علم موسیقی و آهنگساز کسبی قلمرو آریایی اعتراف گردیده است. مسلم است که تاجیکان یکی از ملت‌های فرهنگی و تمدن‌سازی دنیا می باشد. باعث افتخار ماست که گذشتگان نگنام ما آریایی ها به جهانیان زبان و فرهنگ، علم و هنر، آیین و سنت های بای و رنگارنگی بشردوستانه از جمله نوروز، اینچنین عنعنه‌های پیشرفته دولتداری یعنی تمدن و فرهنگ جاودانه را به میراث گذاشتند. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یگان دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دینی میبینی اسلام 1000 سال است، دینی جوان است. یعنی نوروز یگان چیز دینی ندارد، نه به اسلام، نه به زردوش، نه به یگان دینی دیگر. ما وظیفه داریم که در برابر افتخار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم، ادامه دهیم و برای نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای هویت‌ساز به میراث گذاریم. ما باید افتخار داشته باشیم که اجداد خردمند ما پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را همچون ارزش بزرگ انسان دوستانه شعار زندگی خود قرار دادند. این 6000 سال پیش گفتار نیک، پندار نیک. واقعا نوروز که امروز مقام بین المللی گرفته است، مهرگان، ساده و تیرگان که تجسمگر اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند
و عنعنه‌های دولتداری گذشتگان آریایی ما که در تاریخ بشریت نقش ماندگار و تاثیرگذار بازیدند اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشد. از همه امی دست میکشیم، از همه امی 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم. نمیره مردم در درست فهماندن در کار هستند. بعضا پیدا میشوند که این به دین اسلام به یگان دین مایل ندارد. دین اسلام به راه خودش با گفتن که مسلمانی ما را از دست ما غیر خدای تعالی یگان کس حقوقی گرفتن ندارد. بنابراین به حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دستور داده می شود که جهتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه بنیاد نمودن قانون یعنی مرکز تمدن آریایی چاره‌جو نماید. همچنین با در نظر داشته فلسفه و حکمت جاودانه نوروز، سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل‌های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین المللی نوروز بنیاد کرده شود. برای آنکه نوروز را بین المللی گردانیم تاریخی کمترک درازر دارد. 5 سال ما در یونسکو گردی اطراف این کار بردیم. بودن کشورهایی که ضد بودن حتی در حوزه نوروز هم ضد بودن. در چی؟ میگفتن ما راضی لیکن نامش را دیگر کنید. نوروز تاریخا نمیخیر آمده است. حتی امروز هر سال پرزیدنت های امریکا دیگرها با همین زبان میگن نوروز مبارک. این دیگر کرده نمیشه. تاریخ آمده چگونه دیگر میکنی؟ ما وقتی که در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و قطعنامه قبول گردید یک دولت ضد بود. بعد 1 سال 2 سال رفته بعد امضا کردن لیکن نام حتی نام ده ضد بودن برای که نامش تاجیکی است. این دلیل چی است؟ 5,500 سرز را عالمان بین المللی یونسکو 7 سال کار کردند. عالمان از امریکا، روسیه، اروپا، ژاپن، چین دیگر اشتراک کرده برده در آنجا معین کردند که تاریخی سرز 5,500 سال است. نوروز گفته ایستاده است من تاریخی بیش از 6,000 سال دارم. وقتی که تاجیکان در 5,500 شهر ساخته باشند، شهرداری کرده باشند، این راست می آید. اطمینان دارم که عملی نمودن اقدامات ذکر شده دلیل ردناپذیری تاریخ و فرهنگی بیش از 6,000 ساله ما تاجیکان می گردد.
اکادمیای ملی اینها، دیگر مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و لایحه‌کشی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با جلب عالمان و دانشمندان کنسپسیای مرکزهای ذکر شده را در اساس عنعنه‌های معماری و شهرسازی و شهرداری باستانی تاجیکان تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد سازند. می‌سازند ملت تاجیک، مادر تاجیک تولد کرده ایستاده است. هر روز هر یک جوان مردای بننگ ناموس پیشنهاد کرده ایستادند که کور را چپا میکنند. سلامت باشید. حاضرین محترم، در 10 سال اخیر در کشور از حساب همه سرچشمه ها 1300 انشاءات ساحه تندرستی با مبلغ بیش از 5.3 میلیارد سامانی ساخته به استفاده داده شد. اگر مبلغ زاری ساحه از حساب بودجه دولتی در سال 2015 1 میلیارد و 37 میلیون سامانی را تشکیل داده باشد، پس آن در سال 2025 به 4 میلیارد و 300 میلیون سامانی رسانیده شد. یعنی بودجه ساحه در این دوره بیش از 4.2 برابر زیاد گردیده. در 10 سال اخیر 26 میلیارد و 300 میلیون سامانی را تشکیل داد. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که مسئله مکمل سازی نظام مبلغ‌زاری ساحه تندرستی، استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و غیر بودجتی، گزارش به نظام غیر نقدی، پرداخت خدمت‌رسانی‌ها و دیگر مسائل ساحه را همه‌جانبه تحلیل و بررسی نماید. همچنین جهت تطبیق اصلاحات نوبتی و برطرف نمودن مشکلات و کمبودی‌های در این سمت جای داشته تدبیرهای ضروری اندیشید. وابسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌ها لایحه برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی را برای سال‌های 2026-2030 تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، خصوصاً گروه‌های آسیب پذیر جامعه، سمت افضلیت‌ناک سیاست حکومت مملکت می باشد. از این لحاظ به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه جهت تامین نمودن ثمره‌ناکی حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی و برنامه‌های دولتی در سمت حفظ اجتماعی اهالی تدبیرهای مشخص را راه‌اندازی نماید. علاوه بر این از جانب رهبران تمام ساختارهای دولتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی به حل و فصل مسائل و تنظیم در آوردن مناسبت‌های مهنتی، تأمینات نفقه و کمک پولی‌های اجتماعی، فرا گرفتن به شغل پرمحصول و دیگر کفالت‌های دولتی اجتماعی گروه‌های آسیب پذیر جامعه باید اعتباری اولین درجه داده شد. وکیلان تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های غنی قوه کاری بوده. افزایش آن در دوام 10 سال اخیر 2% سالانه، یعنی زیاده از 880,000 نفر را تشکیل داده است. هر سال در ساحه گوناگون اقتصاد کشور زیاده از 200 جای کاری نو تأسیس داده شده. بیش از 150,000 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلاتی کسبی به بازار مهنت وارد می‌گردند. از این لحاظ از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دیگر ساختارهای مربوطه جهت عملی گردانیدن سیاست دولت در سمت مساعدت به شغل اهالی باید چاره‌های سودمند اندیشیده شود. به شغل رسمی جلب کردن اهالی قابل مهنت
تامین نمودن کفالت‌های مهنتی کارمندان و حسابگیری دقیق قوه کاری، تقویت بودجه سقوط اجتماعی و در این زمینه بلند برداشتن حفظ اجتماعی شهروندان مسائل مهمترین در این سهم میباشد. مقامات اجرای مالی حاکمیت دولتی و وزارت اداره ها وظیفه دارند که تطبیق ثمره بخش نشاندهنده های پیش بینی نموده برنامه های دولتی را جهت در 5 سال آینده تأسیس دادن 1,400,000 جای کاری و در این روند بلند برداشتن نقش صاحب کاری خود، کاسبی و هنرهای مردمی را تامین سازند. در این روند به مسئله باکار تامین نمودن ختم کنندگان مرکزهای تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه مخصوص در نوبت اول زنان، معیوبان و دیگر کاتگوری‌های اهالی به دستگیری اجتماعی احتیاجمند باید اعتبار خاص داده شود. با در نظر داشت امکانیت‌های امروزه اقتصادی و ضرورت باز هم بهتر نمودن سطح زندگی اهالی سپارش می‌دهم. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی 25%، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجه‌ای اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده شود. مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. اینچنین حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به اندازه 1300 تومان در یک ماه مقرر کرده شود. در برابر این با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب پذیر اهالی از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه‌های شغل‌طوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های شغل‌طوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی در سطح تورم سال 2025 ولی نه کم از 15% از اندازه مقرر شده اشان ایندکساسیون کرده شوند. یعنی 15%. بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور هدف عالی دولت و حکومت مملکت به حساب می رود و در این جهت منبع نیست تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. حاضرین گرامی، ما سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی در محور سیاست اجتماعی دولت ارزیابی نموده برای ثمرناک عملی گردیدن آن از تمام امکانیت‌ها استفاده کرده ایم. زیرا جوانان ما نیروی اساسی پیشبرنده جامعه می باشند و ما با حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پرستی آنها افتخار میکنیم. امروز جوانان ما با کار و فعالیت سازنده خود در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور صاحب استقلالمان سهمی بزرگ دارند. حالا در کشورمان ساحه‌ای نیست که جوانان در آن نقش فعال نداشته باشند. نیست یگان ساحه. باور دارم که جوانان با ننگ و ناموس دوران استقلال در پیشرفت اقتصاد ملی، ترقیات دولت و آبادی وطن خود
من بعد نیز سهمی ارزشمند بگذارد. ناجیت حل مسائل حیات کودکان و نورسان و جوانان و فراهم آوردن شرایط و امکانیت‌های باز هم بهتری تحصیل و کار و فعالیت برای آنها، یعنی نسل‌های آینده ساز ملت و وطن، من بعد نیز چاره‌جویی می‌نماییم. باغچه‌ها می‌روم، من باغچه‌ها می‌دارم، با کودک‌های 3 ساله 4 ساله صحبت می‌کنم، 5 ساله 4 ساله که یک تا نیم تا 6 ساله‌شان هم است. بینیاد زیرک هستند، بینیاد زیرک هستند. تنها کمک در کار، چنین مؤسسه‌ها در کار است. ما پدر و مادران، ما فعالان، ما اعضای حکومت و اعضای پارلمان، وکیلان مردمی، ما باید در این موضوع کار کنیم. در این موضوع کار کنیم. کودکان را از 1.5-2 ساله باید در مؤسسه‌های تا مکتبی تربیت کنیم. آنها آماده میشوند. یکی از کشورهای پیشرفته دنیا الان تعلیم 12 ساله است. شما یک روین مؤسسه‌های تا مکتبی، کودکان قطعی چنین، به مربی، به معلم شینین صحبت کنین. اونا بسیار گفتنی‌های وای دارند. سوالای خوبت اونا می‌کنند. اویلاهایی هستن که اهمیت میکنن کودکاشون. در صنف در آمدن خوانندگان صنف 8 معلمه جوان، حالا ما فکر که اویلا دارم نشده است، زبان انگلیسی تعلیم میده. صنف 8 کی در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده هستیم؟ یک از پیشتگی خیستم گفتم من کنی یک آیکون از کدام یک پارچه خوان از شعر قرائت کردم. بعد پرسیدم کی هستی؟ گفت که من مادرم معلم است، پدرم از دنیا گذشتن. چند کم متوفا گرفتی؟ معلمه را پرسیدم 4000 معاش میگیره. وقتی غالب آزمون جای یکم شده است 70000 سامان. 2 ساله معاش معلمه را در یک آزمون اشتراک کردگی گرفته است. احسن بپدر احسن. ما کار کنیم میشود، کار کنیم با شرطی میشود. ما گلچین کرده تربیت کرده میتوانیم. حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود مسائل مربوط به زنان را در محور فعالیت روزمره قرار داده. برای رشد این سمت مهم منتظم تدبیرهای سودمند می‌اندیشد. ما نقش بانوان و زنان و دختران باننگ ناموس وطن را در همه شاخه‌های حیات دولت و جامعه همیشه قدردانی میکنیم و سعی و تلاش آنها به خاطر بنیاد آینده آباد و آسوده کشورمان افتخار داریم. مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان و تربیت کردن و وظیفه‌های رهبری کننده تعیین نمودن بانوان و دختران لیاقتمند در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد و ما این سیاست را در آینده نیز ادامه میدیم. باور دارم که زنان و بانوان مملکت برای تربیت فرزندان در رویه آموختن علم و دانش و کسب هنر، رعایت قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های مردمی باستانی تاجیک از جمله صرفه سجده‌کاری و پوشیدن لباس‌های ملی سعی و کوشش بیشتر به خرج می‌دهند. مادران عزیز مهربان، بانوان عزیز، در پوشیدن لباس عصبانی نکنید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید. پدر و مادراتان خسر و کشتاماناتان عزت و احترام کنید، فرزنداتان تربیت خوب نمایید. همین می شود حج، همین می شود کار ثواب.
مدنیت لباس پوشیده فراموش نکنید. ما تاجیکان ما میدیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چارابینی آن کس میرفت. همسایه ما میدیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی میرفتند. چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کرده لباس‌های تازه میپوشیدند، لباس‌های نو میپوشیدند. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت میاد میباشد در پاش لنسی در سطر کدگی پا تا زانو را میباشد یلقاس کرده ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا که دنیوی است چی است؟ های یک طرف قپه میخوای شی خورده خیلی تربیه کو فرزنداته یکی شهر آمدی شهر پایتخت مملکت سیمای ملت است. هم خارجی است هم دیگر است میبیردن هم یک لباسی و خلاصه میبراره که این ملت تاجیکش میبده است. پایتخت است. جای مقدسی خود را دارد، پرچم دارد، نشان دارد، موزه دارد، دیگر جاهای تقریبی که دارد که از آن دیدن کردن در کار. در این جاده کار باید کنیم. شکرانه کنید، شکرانه این وطن آزاد کنید. آزاد میخوایی حج میروی، خانه خدا زیارت میروی، میخوایی مسجد میروی، نماز تا میخوانی، روزه تا میگیری، میخوایی خون، میخوایی مدرسه برآمد. اینم نه مدرسه حاضر زمان ساختم. دشمن ها چیکار میکنن؟ اول سر و لباس تا میگیرن، تقلید با بیگانه پرستی، بعد زبان تا میگیرن. حقیقتی دولت از بین میرود. هنوز کتابی بگم که اثر به زوال بابا جان غفور دادم خانه، شاهنامه را دادم خانه، قرآن مجید را دادم به زبان دولتی چاپ شده خونید، معنیش فهمید، زیاده روی نکنید. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که آنها در مسئله مقاومت با بیگانه پرستی و خرافات و اسرافکاری و زیاده روی در صف پیش جامعه قرار می‌گیرند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، نقش قانونگذاری در عملی گردیدن هدف‌های استراتژی کشور و تامین نمودن رشد استوار و باصورت آن اهمیت جامعه و دولت، تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی بسا مهم به شمار می‌رود. از این رو تحلیل همه‌جانبه و پیوسته قانونگذاری و تهیه پیشنهادات جهت تکمیل آن برای اجرای هدف‌های استراتژی و برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ضرور می‌باشد. تامین بودن امنیت جامعه، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و ولایت قانون، کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می‌باشد. سالی گذشته امسال هم نفقه، هم معاش، هم بعضا کارهای دیگر شده سال است. قدم به قدم یک باره البته همه مشکلی ها را پس سر کردن بسیار مشکل می شود، لیکن زینه به زینه رفته ای سال ما. محض صلح و ثبات، امنیت و آسایش و ولایت قانون امکان داد که ما رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور را تامین کرده سطح نیکوحوالی خلق را بلند برداریم. کدام دولتی نباشد خودمان از سر گذراندیم. اگر صلح و ثبات کشور نباشد، وحدت ملی نباشد، یگان نقشه نیکی ما عملی نمیگردد. این را باید خرد و بزرگ کشور در خاطر داشته باشد. بنابراین ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید وظیفه خود را در سمت حمایه ثبات و آرامی جامعه، امنیت و آسایش دولت و مردم تاجیکستان با صداقت
به دولت و خلق کشور تأمین نمایند. مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی وظیفه جانی آنها در شرایط ناآرام و بحرانی جهانی معاصر میباشد. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر گردانیدن شرایط کار و زندگی خدمتچان حربی قوای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق تدبیرهای ایراوگی اندیشه. ما سال به سال بهتر کرده ایستادیم، لیکن اکنون قوای مسلح جدی هم کمک شرایط درجه عالی، هم خدمت، هم زندگی را باید ما مهیا نماییم. هم متخصصان سطح بلندی کسبی نظامی آماده کنیم. هموطنان عزیز، وکیلان محترم، وضع مرکب در مناطق گوناگون دنیا، شدت گرفتن رقابت‌های گیاه‌سیاسی و گیاه اقتصادی به خاطر از نو تقسیم کردن جهان، موج نوی جنگ سرد، یراق‌ناشوی باشد، ضعیف گردیدن معیارهای حقوق بین المللی و دیگر روندهای پرتضاد در عرصه بین المللی همانا مایه نگرانی باقی میماند. در چنین شرایط ما را ضرور است که در برابر اشتراک فعال در روندهای گلوبالی در همبستگی با جامعه جهانی و سعی و تلاش‌هایمان برای رسیدن به هدفهای سازنده، پایداری صلح و ثبات و تأمین امنیت فراگیر تقویت بخشد. ضمن تطبیق کنسپسیون سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، ما فعالیت بین المللی خود را به خاطر توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های گوناگون جنبه با کشورهای مختلف جهان بر پایه اصول‌های اعتماد، احترام منفعت‌های همدیگر و سیاستی درهای گشاده من بعد نیز ادامه خواهیم داد. همزمان با این برای رشد و تحکیم مناسبت‌های همه‌جانبه در ساحه‌های تجارت، اقتصاد و فرهنگی و بشری تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شوند. در مجموع تاجیکستان با توسعه همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورها و نهادهای شریک توجه دائمی ظاهر نموده جهت ادامه اشتراک فعال در زمینه‌های گوناگون در آینده نیز سعی و تلاش خواهد کرد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، در پیامی که امروز پیشنهاد گردید دستاوردهای کشور عزیزمان در سالهای اخیر مورد تحلیل قرار داده شد. همه این دستاوردها پیش از همه نتیجه زحمت اهلانه مردم شریف تاجیکستان می باشد. سال 2026 برای ما سال تاریخی، سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی است. یعنی تاجیکستان کهن بوداد، اما تازه استقلال ما 35 ساله می شود. طی 5 سال آخر تمام قشرهای جامعه جهت سزاوار استقبال نمودن این صحنه تاریخی سرجمانه زحمت کشیده کارهای بزرگ را انجام داده ایستادند. از 29,000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقشه گرفته شده تا امروز 26,000 آنها به استفاده داده شدند که بیش از 70%شان از حساب صاحبکاران و شهروندان می باشند. باور دارم که تا جشن 35 سالگی شماره آنها از 30,000 هم زیاد می شود. با استفاده از فرصت من بار دیگر به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و شهروندان وطن دوست و زحمت قرین با ننگ و ناموس و مسئولیت شناس مملکت صمیمانه
سپاس و منتداری ایثار می‌نمایم. تا روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی وقتی خیلی کم مانده است. ما باید تا این سنه مقدس کارهای سازندگی را باز هم وسعت بخشیده، چاره‌بینی‌های جشنی را با سطح و صفت بلند عملی سازد. هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطنسازی و دولتسازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاد نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردستترین دهات آن فرا گیرد و به یک کار معمولی تبدیل یابد. یعنی هر یک فرد جامعه باید به افتخار این جشن مقدس برای پیشرفت دولت خود و آبادی وطن عزیز خویش کار نیکی را انجام داده، سازنده و بنیادکار و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن ملت تاجیک را نشان دهد. راه طی کرد استقلال و آزادی سرزمین اجدادی خود همیشه آماده اند. در شرایط بحرانی و ناآرامی که جهان امروزه قرار دارد، حفظ استقلال و آزادی، زحمت به خاطر پیشرفت دولت و آبادی وطن وظیفه اولین درجه و هر روزه هر یک شهروندی با ننگ ناموس مملکت محسوب می‌یابد. پس بیایید همه یکجا و هدفمندانه با روحیه بلند ملی شکرگزاری و افتخار از صاحب وطنی و صاحب دولتی و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله تاجیکان برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن وطن محبوبمان تاجیکستان و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی کوشش و تلاش نماییم. با داشتن چنین فرهنگ و تمدن باستانی ما نباید به تعصب و افراطگرایی و تقلید به فرهنگی که برایمان بیگانه و خطربار است راه دهیم. هیچ وقت هیچگاه از بس که 4 سال پیش دایر به 35 سالگی استقلال قرار قبول کرده بودیم، پیشنهاد می‌نمایم که سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملی اعلان کرده شود. من به آینده نیک و درخشان وطنی صاحب استقلالمان و اراده قوی مردم زحمت پیشه و سربلند آن اعتماد کامل دارم. مردم شریف تاجیکستان که در 34 سال سپری شده روزهای بسیار سخت و سنگین را
با صبر و تحمل و با اتحاد سرجمی پس سر کردند. قدرت و امکانات‌های عظیمی سازندگی دارند و محض همین نیروی عظیمی سازنده و آبادگر فردای درخشان وطن عزیزمان را تأمین می‌سازد. اطمینان کامل دارم که ما همه اهلانه و سرجمانه من بعد نیست به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان و آبادی وطن عزیزمان زحمت میکشیم. به همه هدفهای نیکمان میرسیم و نفوذ و آبروی دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی باز هم بلند میبرداریم. این قرض ملی و ایمانی و وظیفه انسانی و شهروندی هر یکی ماست. هر یک تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی در بدنش هست. در این جاده به کل مردم شریف تاجیکستان، شما وکیلان مردمی و حاضرین ارجمند، پیش از همه صلح و آرامی، سلامتی و خوشبختی، خانه آباد، سعادت روزگار و کامیابی و برای کار آرزومندم. همیشه سلامت و سربلند و موفق باشید هموطنان عزیز. وقتی انسان ذوق دارد به زندگی، باور دارد به آینده درخشان وطنش، برای آینده درخشان فرزنداش، برای همین ننگ ناموس کرده ما بنیاد کردن ساختن ما در کار. باز میگویم کاری نمیشدگی نیست در دنیا که انسان از عهده اون نبراید. این وزمینی ها هم پسی سر میشه. چقدر دشواری های سنگین بودن پسی این هم میگذرد بر روزهای باز هم نیک هم میرسید. وظیفه جانی ما شما کلانسالان به نسل جوان یک ملک آباد میراث مانه. به نسل جوان آنها را تربیت کنیم، گلچین کرده تربیت کنیم. در کدام سطحی نباشیم، در سطح محل هستیم، در نایه هستیم، در جماعت هستیم، دیه هستیم، دیگر هستند. به نهایت فرزندای تاجیک به نهایت قابلیت ذهنی و قابلیت جسمانی خود دارند. امروز ببینید هر روز در یک گوشه کنار دنیا پرچم تاجیکستان بالاست از سیلاب جوانان در چهارمینه‌های ورزشی بین‌المللی. در یک روز 12 دکبر 2 تا قطعنامه بین‌المللی پیشنهاد کرده تاجیکستان را قبول کردند. این روز نه اینکه میشناسند، احترام میکنند، احترام میگذارند، دستگیری میکنند، همکاری کرده ایستادیم. این باعث افتخار است. هر فردی تاجیکی که از همین وطن منالد، از همین سرزمین بیشتاسای اجدادی منالد، او مسلمان نیست، او کور است.
باید یادآور شوم که اقدام بی‌نظیری که رهبری دولت در این پیام ابراز داشتند تأسیس نمودن دو قانون واقعا هم بزرگ، یعنی دو مرکز خیلی مقتدر برای حفظ ارزش‌های ملی و اصالت فرهنگی ما که در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اینها تأسیس داده می‌شوند. خوشبختانه یک مرکز بزرگداشت تمدن آریایی، حفظ ارزش‌های آریایی و دیگر مرکز بین‌المللی شناخت و ترغیب نوروز. و من فکر میکنم که این پیشنهاداتی که رهبری دولت در پیام نوبتی خیش ذکر کردن در راستای تأسیس دادن این دو مرکز در راستای فرهنگ ملی، حفظ ارزش‌های ملی و منفعت‌های فرهنگی ما نقش ناگزیر دارند. مهمتر از همه آن است که پیشوای معظم ملت هر یک سمت را که تحلیل می‌کردند اون را با سال‌های گذشته مقایسه کرده دستاوردهای مردم تاجیک را در مدت 5 سال با فکت و دلیل‌های خیلی معتمد پیشنهاد می‌کردند و همه دستاوردها را نتیجه زحمت مردم تاجیکستان می‌شمردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمان محترم امامعلی رحمان امروز در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان احترام و صمیمیت و منتداری خودشان را به کل زنان و بانوان جمهوری برای تشبس‌های سازنده بنیاد و آبادکاری‌ها گلگشکفایی کشور عزیزمان و رعایت عملی شوی قانون‌های ملی که یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت فرزند نقش زنان و بانوان به نهایت زیاد است. احترام و صمیمیت و منتداری خود را بیان کردند و خاطررسان نمودند که امروز جامعه تاجیکستان در سیمای زن نه تنها مادر، خواهر، همسر را می‌بینند بلکه زنی سیاستمدار شناخته، سرور موفق، صاحبکار سخاوت‌پیشه، کارمند پاکوجدان مقامات حفظ حقوق و مربی نسل‌ها را می‌بینند که این افتخار هر یک زن میباشد. پیام امسالات باز فرقت با پیام‌های قبلی امروز که در برابر تحلیل 10 ساله فعالیت جمهوری تاجیکستان وزارت اداره ساختارها و آن نقشه چاره‌بینی‌ها در اساس استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان تا دوره سال 2030 و برنامه رشد میانه مهلت ساحه‌های گوناگون عملی شدند. خاطرمان شما بود که جناب عالی هر یک پهلوهای نهفته علم و یا که رشد اقتصادی ملی ما را در قیاس با دولت‌های پیشرفته تحلیل نمودند. برای ما خریطه راه و مهلت اجرا همچنین همگرایی وزارت اداره ها را با طرز اصول خاص معاصر تاثیربخش و خاطرمان و رشد داشته علم کشور راهنمایی کردند. در این پیام نوبتی خوشبختانه پیشنهاد گردید که در مرکز شهر دوشنبه یعنی قانون تأسیس داده شود که مرکز آریایی تمام آریایی جمهوری جهان در شهر دوشنبه باید تأسیس داشته و همزمان پیشنهاد گردید که مرکز نوروز بین المللی در شهر دوشنبه تأسیس داده شود که این نشانه از 6000 ساله داشتن جشن تاریخی نوروزی می باشد و همزمان جهت بلند برداشتن مزد معاش کارمندان ساحه تحصیلات، ساحه معارف، علم، تندرستی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و دیگر ساحه‌های جمهوری 25 تا 20-25% بلند برداشته شد که این هم برای باز هم خوبتر و نقصتر و با مهر و محبت فعالیت کردن قشر این جامعه می باشد. این پیام نه تنها حسابات سالانه کاری دولت بلکه راهنمای استراتژی تاجیکستان برای رشد استوار و بلند برداشتن نیکواحوالی مردم و تحکیم موقع کشور در عرصه بین المللی می باشد و واقعا پیام در جامعه تاجیکستان جایگاه مخصوصی خود را دارد. پیام همچون حجت استراتژیکی در تمام وزارت و اداره ها، مقامات محل و اداره های دولتی برای تهیه نقشه و برنامه های دولتی اساس می یابد. در این زمینه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز همساله نقشه چاره‌بینی های خود را در اساس دستور و سفارش های سرور دولت که از پیام برمی آید تهیه می نماید و برای تطبیق اجرای بندهای نقشه مذکور منتظم چاره های ضروری می اندیشد. از شنیدن پیام پیشوای ملت به مجلس عالی
ҷумҳурии тоҷикистон мо ба як нуқта расидем ки имсол барои кулли мардуми ҷумҳурии тоҷикистон як соли таърихӣ буд, зеро дар ин давра мардуми тоҷикистон ба чанд дастоварди бузурге ноил шуданд. яке аз ин масъалаҳое ки тоҷикистон дар ҳалли он ноил гардид, албатта ҳалли масъалаи ихтилофи марзӣ бо ҷумҳурии қирғизистон буд ки ин метавонад дар оянда барои инкишофи муносибатҳои тиҷоратӣ ва бунёди инфраструктураҳои нави иқтисодӣ яъне кӯмак расонад. дигар бо таваҷҷӯҳ ба он ки муддати 3-10 сола аст ки тамоми яъне сайю талоши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин аст ки дар соҳаи илму фарҳанг ва дастовардҳои бузурге ноил шавад. аз ин сабаб ҳам дар имсол дар соли 2026 ба чунин натиҷа расиданд ки бояд ки ҳама саю талоши аҳли илму фарҳанг барои фароҳам овардани як тафаккури созанда дар миёни ҷомеа бошад. аз ин нигоҳ ҳам тамоми соҳаи табу нашри вазорати фарҳанг ҳам бо як ҳусни нияти нек омодаи он ҳастанд ки бо ҳамкории аҳли илму фарҳанг китобҳои созандаеро табу нашр кунанд ки барои пешрафти тафаккури насли наврас ва ҷавон онҳо хеле муҳим бошанд. ва дар ин ҷо ҳам мо метавонем бигӯем ки донишноманигорони тоҷик ҳам дар ин ҷо яъне даст ба дасти ҳам медиҳанд ва метавонанд ки барои тафаккури яъне созандаи мардум чандин донишномаҳоеро барои роҳандозӣ кардани ин сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба нашр расонанд. паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон метавонем бигӯем ки чун анъана аз самимитарин паёмҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон буд, зеро дар паёми имсола президенти мамлакат бисёр ҳам бо як самимияти баланд ба мардуми шарифи тоҷикистон муроҷиат карданд ва чуноне ки шоҳид гардидем аз ҷониби худ ҳамаи инро натиҷаи шарофати мардуми пуршарофати тоҷик диданд ва ҳар яки мо ҳар як тоҷикистонӣ бояд аз ҷониби худ ҳамаи ин дастовардҳое ки дар соли сипарӣ дар соли 2025 ба даст омад ва тоҷикистони азизи мо мушарраф гардид, ҳамаи ин натиҷаи заҳматҳои дурандешона ва пуртадбири сарвари давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон бояд донем, зеро дар натиҷаи заҳматҳои дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин дастовардҳои бузург тоҷикистон ба ин дастовардҳои бузург ноил гардид ва дар самти меҳнат низ чун ҳамасола таваҷҷӯҳи бениҳоят бисёр кардан муҳтарам ҷаноби олӣ ки ин ҳам бисёр як натиҷаи дурандешиҳо, натиҷаҳои тадбирандешиҳо, натиҷаҳои ҳалли масъалаҳои пешомадава дар баробари ин пешбурди ҷомеаи бузург ҷомеаи тоҷикистон мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз бо сиёсати хиратмандонаи президенти кишварамон рӯз бо рӯз ва сол то сол ба тамоми он ҳадафҳои нек ва барномаву стратегияе ки қабул намудааст расида истодааст. мо албатта имрӯз дар паём шунидем ки президенти кишварамон рушди иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соли 2025 ба андозаи 8.4% ва маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар ин сол ба андозаи 173 миллиард сомонӣ баробар намуданд ва дар ҳамин масъала яъне вазифагузорӣ намуданд ки минбаъд ҷумҳурии тоҷикистон рушди иқтисодиёти худро набояд ки аз 8% кам бояд ки иҷро намояд ва албатта ин шаҳодат аз он медиҳад ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ин масъала корҳои зиёдро ба назар расонда истодаанд ва як нуқтаро мо бояд дар ин ҷо иброз намоем ки он чизе ки имрӯз маорифҷони тоҷикистон ва тамоми кормандони соҳаи илм ва маориф мунтазири он буданд аз суханрониҳои пешвои миллат имрӯз ироа гардиданд ва ин ҳам он буд ки аз 1 сентябри соли 2026 музди маоши кормандони соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба андозаи 25% ва музди маоши кормандони соҳаи фарҳанг стипендияҳо ва инчунин музди маоши кормандони мақомоти иҷроияи маҳал ба андозаи 20%
بالا برداشته می شود. چنین غمخواری و دستگیری ها ما شهروندان تاجیکستان را وادار می سازد که بهر بلند برداشتن سطح نیک احوالی مردم، بهر آنه که جمهوری تاجیکستان باز از این هم در عرصه بین المللی معرفی شود، زحمت و تلاشی بیشتر نماییم و سیاست خردمندانه رهبر دولت را دستگیری نماییم و برای تاجیکستان عزیزمان سهمگزار باشیم. پیام‌های همسالای پیشوای ملت به مجلس عالی کشور در فرهنگ دولتداری ما مقام خاصه خود را دارند و پیش از همه این یک وسیله بسیار مهم و بسیار خوب و مساعد تامین معاشرت حاکمیت با جامعه به شمار می رود. ما همسالا می بینیم که جامعه از این پیام ها انتظاری های زیاد دارند و همین است که آن تحلیل ها و آن رقم و آمارهایی که پیشوای معظم ملت در اساس های تحلیل های دقیق به جامعه تاجیکستان امروز پیشنهاد کردن واقعا هم یک آمارهایی هستند که ماهیت بلند رو بلند کنندگی دارند و خود همین ماهیت رو بلند کنندگی پیام امکانیت می دهد که بار دیگر رابطه بین جامعه و حاکمیت مستحکم کرده شود. دیگر خصوصیت خاص پیام امساله فضیلت پیشوای معظم ملت همین است که دائما یک ایده های تامین کننده همگرایی اجتماعی را به جامعه پیشنهاد میکنند و پیشنهاد نوبتیشان درباره اعلام کردن سال 2026 سال تقویت وسعت دادن کارهای آبادکاری و سازندگی و تقویت خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی این هم یک باور کنید یک ایده هست که میتواند برای سرجمی کل جامعه تاجیکستان خصوصا در سال تاریخی در سالی که ما تجلیل از 35 سالگی استقلالیت دولتی میکنیم یک عمل بسیار یک تدبیر بسیار پیشنهاد مهم است و این میتواند برای همگرایی برای متحدی برای همدلی برای یک جای فعالیت نمودن و برای یک جای در کارهای سازندگی و سهم گذاشتن تمام قشرهای جامعه یک سهم مناسب خود را گذاشته باشد. یکی از نقطه‌های بسیار مهمی که به فکر من در پیام سال صد داد این پیشنهادهای پیشوای معظم ملت در مسئله تأسیس دادن مرکز تمدن آریایی و مرکز بین‌المللی نوروز در شهر دوشنبه می باشد که این هم پیش از همه یک تکان جدی خواهد گشت برای بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی عموما جامعه تاجیکستان. من فکر میکنم که پیام امساله پیشوای معظم ملت ماهیتا هم یک پیامی بود که فراگیر تمام ساحه‌ها تمام جبهه‌های حیات جمعیتی داشت، خصوصیت سراغوی داشت و حتی نه تنها یک پیامی سرشار از هویت ملی بود در برابر اینکه واقعا تمام سمت‌های حیات اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفتن و یک تحلیل‌های بسیار زبردست اقتصادی دوام 10 سال رشد اقتصادی مملکت و دورنمای اقتصادی مملکت معین کرده شد. در برابر این فکر میکنم که یکی از مسئله‌هایی که در تمام محور پیام از ابتدا تا انتها بود این مسئله خودشناسی و هویت ملی بود و با همین خصوصیت فکر میکنم از پیام‌های سال‌های قبلی یک تفاوت جدی داشت و واقعا در جهان امروزی که ما به سر میبریم اگر یک ملت یک فرد خودشناس نباشد افراد آن خودشناس نباشند یک حافظه بلند تاریخی نداشته باشند در لابلای این جهان پرتضادی که امروز داریم خود را نگاه داشته نمیتواند و فکر میکنم همین را به این نوبت گرفته پیشوای معظم ملت تاکید به تاکید ورزیدن که باید ملت ما از تعصب و خرافات دست کشد رو به سوی علم و علم محوری بیارد. پیامی که امسال ارائه گردید از طرف رهبر دولت یک پیامی تکان دهنده یک پیامی مهم و سری وقتی جبهه‌های علم چطوری که رهبر دولت قید نمودند از اول آغاز فعالیت کاری خود تا به امروز علمی کشور علمی وطنی چهره‌های دانندگان علمی وطنی روز به روز زیاد گردیده ایستادند. از طرف رهبر دولت ببینید که دستگیری در تمام قشر جامعه از جمله در اکادمی ملی علم ها تأسیس یک اینستیتوت با نفوذ که همه ساله چطوری که جناب والی قید کردن 7 ساله ها و 10 ساله ها پیش کوشش ها و تلاش های جناب والی در سازمان ملل متحد بود که حفظ پریخ ها مسئله های آب امروز در جهان تمام قشر جامعه را به تشویش آورده است. پیام امساله پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به
مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در شرایط برگزار گردیده ایستاده است که جمهوری تاجیکستان باز از جانب سازمان ملل متحد تشبس‌های نوبتی اعتراف گردیدند. این باشد قبول قطعنامه نو سازمان ملل متحد درباره ایریاخو و علم کراسیفر در سطح بین المللی و همچنین سال 2027 سال بین المللی حقوق معرفت حقوقی که جانب بی‌واسطه جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند اعتراف گردیدند. همزمان باید قید نماییم که در پیام امساله رهبر دولت دستاوردهای بی‌نظیر زمان صاحب استقلالی مملکت که اساساً در اطراف 4 سمت استراتژی مملکت روانه شده ایستادند نتیجه گیری گردیدند و باعث خوشنودی همه ما است که در سمت تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت یکی از قدم‌های خیلی استوار در سال 2027 نویل گردیدن به استقلالیت انرژتیکی مملکت و برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی که اولی در مملکت لایه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری عملی شده ایستادند تا جمهوری تاجیکستان به کشور ترانزیتی تبدیل خواهد یافت و پیشوای ملت قید نمودند که خود سال 2026 باز در مملکت زیاده از 3 میلیارد سومانی در تطبیق یعنی برقرارسازی راه‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان روانه شده ایستاده است. همزمان باید قید نماییم که در سمت بلند برداشتن سطح زندگی مردم یعنی خوجگی خلق مملکت باز از جانب پیشوای ملت بلند برداشتن مزد معاش ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق از جمله ساحه معارف اداره دولت خدمتیان دولتی 20% که اینم با سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت تکان جدی میبخشد. این پیام از دیگر پیام‌هایی که سال گذشته بود خیلی فرق می‌کرد. اساس پیش از همه یکی از بزرگترین واسطه‌هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشنهاد معین کردن این پیش از همه خودی 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان و تشکیل مرکز بین المللی نوروز در شهر دوشنبه که مدت 5-6 سال اخیر با یک بسیار تکاپوهای زیاد که قید کردند و ضدیت بسیار دولت‌ها نسبت این چی بود. من فکر میکنم که یکی از سال 2026 و تشکیل چنین مرکز بین المللی نوروز در بین تاجیکان جهان و در بین خود تاجیکستانیان یک نویگری و یک بزرگی دولت تاجیک را نشان میده. در کشور بغیر از نیروگاهی آبی برقی اقتدارهای تشکیل نمودن نیروگاه‌های آفتابی نیز موجود است که پیشوای معظم ملت نیز در اینجا دستورها دادند و در سال آینده علاقه انتظار می‌رد در ولایت‌های ختلان و سوخت همین گونه نیروگاه‌های برقی تشکیل کرده شوند. بغیر از این در جمهوری تاجیکستان اقتدار نیروگاه‌های بادی نیز امکان پذیر است که اینها می‌توانند برای نه تنها خانه گرداندن طلبات اهالی کشور بلکه برای صادر نمودن نیروی برق به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، قرقیزستان توسط خط کس هزار و ازبکستان و دیگر نیروی چین که با نیروگاه برقی طلبات زیاد دارند ما میتونیم از این سود زیادی به دست بیاریم چون که اقتدارهای تنها نیروی برقی کشور به زیاده از 500 مگاوات میرسد که این در آسیا مرکزی جای اول و در جهان جای ششم رو اشغال میکنند. واقعا هم پیام امساله پیشوای ملت پیام است، نوید است، پیک است از شکوفایی، از نصرت، از پیشرفت و رشد و نموی تاجیکستان عزیزمان. همگی در همین ماه مبارک در ماه آخر سال 2025 یعنی 12 دکبر قبول نمودن دو پیشنهادات از جانب کشور تاجیکستان در سازمان ملل متحد واقعا هم پیک و نوید و نشاط‌انگیز است. برای ما پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی این پیام است، راهنمای است. این سند بسیار هم مهم و تاریخی است. سندی هست که آموزنده، سندی هست که باید به هر یک نکات این پیام ارج گذاریم، هر یک نکات این را با درک مسئولیت از خود بنماییم و در عمل تطبیق نمودن آن همیشه سعی و تلاش داشته باشیم. با حس بسیار هم وطن دوستی و خویشتن شناسی، با صمیمیت، با محبت، با مهر،
با صداقت مراجعت به خلق شرفمند تاجیک نمودند که وحدت و دوستی متحدی ما را به همه قله های مراد می رساند و ما باید همیشه پیرو چنین دستور و هدایت ها باشیم. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد از تحلیل و بررسی نمودن نشاندهنده های اساسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در دوام 10 سال اخیر برای 5 سال آینده به وزارت و کمیته های داخلدار سفارش های مشخص دادند. از جمله به وزارت رشد صنعت و تکنولوژی های نو سفارش داده شد که در 5 سال آینده سمت نوی رشد ساحه صنعت را در حدود نه کمتر از 25% تامین نماید و با در نظر داشت اندیشیدن تدبیرهای ضروری با دیگر ساختارهای حاکمیت دولتی 1,400,000 جایهای نوی کاری با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم که از جمله هدفهای استراتژی حکومت مملکت به شمار می رود بنیاد نمایند. خصوصا پیشوای معظم ملت در ساحه کشاورزی یعنی که توجه ظاهر خواست کردند و گفتند که نو وابسته به آن پیامدهایی که هست، خصوصا یعنی که خشکسالی امساله، از همه حرارتی بلند بودن سال 2025 و خاکباریش‌هایی که پای در همی که در طبیعت برگزار گردید، اما با زحمت و تلاش‌های متخصصان ساحه کشاورزی توانستند کشاورزان محصولات دلخواه را یعنی که استحصال کنند و مردم تاجیکستان را با محصولات اساسی کشاورزی تامین نمایند. اینجا قید کرده شد که متخصصان ساحه کشاورزی توانستند 85% رشد کشاورزی را تامین نمایند. اینچنین در تامین امنیت غذایی کشور باشد، اگر سال 2015 را گیرم آن در سطح 60% باشد، حالا باشد اگر در سال 2025 در سطح 85% توانستند تامین نمایند. در پیام اولا تمام پهلوهای حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور و پررنگ مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. البته پیام در شرایط ارائه می‌گردد که جامعه جهانی با مشکلات زیاد روبرو است و پیامدهای منفی تغییریابی اقلیم و اقتصاد جهان از آن جمله به اقتصاد ملی ما نیز تاثیر خودش را می‌رساند. اما نوبسته از همه مشکلاتی که هست از روی نشاندادها و امروز رقم‌هایی که در مقایسه با 10 سال پیشین و 5 سال پیشین در پیام به واسطه اشاره شدند، رشد اقتصاد کشور همه ساله از تا 8% به نظر می رسد و مخصوصا در سال 2025 رشد اقتصاد کشور به 8.4% برابر است. مجموع محصولات داخلی به 150 میلیارد سومانی برابر شده است و این نشاندادها شهادت آن هستند که سیاست اقتصادی کشور با موفق ادامه دارد و پیش می رود. همینطور ساحه صنعت، ساحه انرژتیک، راه و نقلیات، ساحه کشاورزی و دیگر ساحه اقتصادی تحلیلی پوره شدند. البته ما می‌دانیم که هر یک پیام پیشوای معظم ملت یک تحلیل منطقی، تحلیل علمی، تحلیل پای در پای بهاگذاری به تمام ساحات اجتماعی و اقتصادی کشور است. در ساحه اجتماعی باشد، پیشوای معظم ملت نقطه بسیار مهم را تاکید کردند که از روزهای نخستین رهبری در کشور معارف و علم را در سیاست پیش گرفته خود در جای اول میگذاشتم و این را ادامه خواهم داد و این بسیار یک شعار روح بلند کننده است و باز تاکید کردند که عامل اساسی پیشرفت دولت بقای ملت این علم، معارف است، مکتب است و به این ساحه ما باید توجهی همیشگی و به اندازه داشته باشیم. تاجیکستان امروز روز به روز بر رشد اقتصادی روانه است، از آنی که 7.6% در یک سال بلند گشتن رشد ساحه اقتصادی کشور این از خود از زمین درک می‌دهد و همزمان امروز ما از آن افتخارمند هستیم که سال 2026 را پرزیدنت کشورمون در کشور عزیزمون همچون سال وسطدهی کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان اعلام کرده. تمام مردم را بار دیگر به آن دعوت نمودند که بهر سهمگذاری در آبادی و سازندگی کشورمون ما باید که کوشش و غیرت دهیم. پیشوای معظم ملت وابسته به برگزار شدن انتخابات مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در سطح بلند سیاسی و با روحیه بلند ادانه یادآور شدند و قید کردند که این پیش از همه نشانه بالا رفتن فرهنگ سیاسی شهروندان جمهوری تاجیکستان میباشد. ضمناً در پیام پیشوای معظم ملت وابسته به سمت‌های مهمی رشد اقتصاد ملی از جمله ساحه انرژتیک، ساحه صنعت در
иқтисоди миллӣ яке аз соҳаҳои калидӣ маҳсуб меёбад изҳори назар намуданд. Дар ин замина пешвои муаззами миллат ҷиҳати истифодаи самараноки нерӯи барқ ки талафоти он зиёда аз 3 миллиард киловатт-соат мебошад таъкид карданд ва дастуру супоришҳо доданд ки имрӯз мо бо истифода аз технологияи нави замонавӣ гузаштан ба низоми биллингӣ метавонем ки самаранок нерӯи барқро истифода барем ва мардумро бо нерӯи барқ таъмин кунем. Ва дар ин замина вобаста ба саноатикунонӣ бо сурати кишвар пешвои муаззами миллат ки яке аз самти муҳими рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад, бо татбиқи ин ҳадафи миллӣ мо метавонем якчанд масъалаҳое ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ дорем, пеш аз ҳама таъсиси ҷойҳои нави корӣ, коҳиш додани муҳоҷирати меҳнатӣ, истеҳсоли молҳои воридот ивазкунанда ва молҳои ба содирот нигаронида шуда, мӯътадил нигоҳ доштани қурби пули миллӣ мусоидат менамояд ба визорати идораатҳои марбута дастур